سلام دوست عزیزم، افشین حسنی هستم. اومدم با یه آموزش دیگه از کسب درآمد از روبیکا. پس تا آخر این ویدیو با من باشید که میتونه زندگیتون رو دگرگون کنه. بچه‌ها من خودم با این گوشی دارم ضبط میکنم براتون. اول درآمد خودم رو نشون بدم از روبیکا. نگاه کنید بچه‌ها، توی روبیکا این قسمت روی خانه میزنیم، این پایین، این بالا روی کسب درآمد میزنیم، این روی تسویه ها میزنم. نگاه کنید من 113,900,000 تومان از روبیکا پول درآوردم. پس روبیکا پول میده و ارزششو داره که وقت تو بذاری براش. خیلی بی‌نظیره. حالا چی جوری پول میده؟ توی ویدیوهای قبلی همه رو توضیح دادم، الان یه توضیح مختصر میدم. شما باید پیج بزنید مثل اینستاگرام. پیج دارن همه. یه پیج اونجوری داره، یه مدل اونجوری میشه ازش پول درآورد، یه مدل دیگه داره کانال داره مثل تلگرام. کانال میزنی اونجوری پول داره، توش محتوا میذاری و بابت اون محتوایی که میذاری و مردم میان میبینن به شما پول میده. و پیج هم مثل اینستاگرام داره، بابت اونم مردم میان میبینن به شما پول میده. خب مثلا این پیج من نگاه کنید، شغاله، سریال شغال تیکاشو میذارم و بابت این که پیج دارم اینجا روبیکا من پول میده. باورتون نمیشه، مثلا این الان بازدید خورده 1000 تا مشاهده شده، روبیکا پول میده به من و اون اینجوری شده 113 میلیون تومان. حالا چی جوری ما بتونیم که خیلی سریع ما به پول برسیم؟ چون الان مثل پیج اینستاگرام، شما وقتی یه پیج میزنی بخوای هر روز پست بذاری و اینا سخت میره بالا دیگه و فالوور گرفتن توش یه خورده سخته، چون که از صفر میاد، خیلی زود نمیره بالا. یعنی پیجتون نه توی اکسپلور میره. ببینید این الگوریتم روبیکا مثل اینستا خیلی پیچیده نیست. برای اینکه بره توی اکسپلور شما باید فالوور داشته باشی، یعنی باید پیجتون بالای 1000 تا فالوور داشته باشه تا بره توی اکسپلور و همه ببینن. خیلی ساده بهت گفتم. یا مثلا تو قسمت کانالش توی پیام رسانش، این پایین می‌بینید نوشته پیام رسان، توی قسمت پیام رسان کسی میخواد، مثل کانال تلگرام هستش، کسی میخواد شما رو پیدا کنه، اون کانالی که فالوورش بالای 1000 تا باشه تو سرچ معلوم میشه. متوجهید؟ اینجوریه، باید ممبر و فالوور داشته باشید. این از یه گزینه. بعد اگر شما فالوور داشته باشید، بابت اون فالوورایی که دارید شما ویدیو میذارید و بازدید میخوره بهتون پول میده، به همین سادگی. حالا من درآمد اینم بهتون نشون بدم اول، بعد میرم سر اینکه چی جوری سریع فالوور بگیریم. ببینید این روی تنظیمات یه خورده میایم پایین، اینجا کسب درآمد روبینو، اینجا میزنم سریال شغال رو. نگاه کنید 85,000 تومان من از این پیج در آوردم. کلا 20 تا پست گذاشتم، 20 تا دونه. حالا شما فکر کن 1000 تا پست بذاری چقدر میشه ازش پول در آورد. یا این که مثلا یه پیج دیگه هم بهتون نشون بدم، مثلا این پیج چیزمو، این یه پیج دیگه از پامپو میذارم، 2,100,000 تومان من ازش پول در آوردم. میبینید؟ به همین سادگی. الان من 20 تا پیج دارم، همینجوری داره پول میاد تو حسابم. این یه دونه اکانتم، چند تا اکانت دیگه دارم که هر کدوم 20 تا پیج دارم و به همین سادگی به شما پول میده. برای اینکه حالا از اینا بیایم بیرون، بریم تو همین بحث این چیزه، شما برای اینکه به این درآمد برسید باید فالوور داشته باشید و فالوور رو سخته بخوای هر روزم پست بذاری، زمان میبره تا تو بخوای فالوور جذب کنی. برای همین یه اپلیکیشنی هستش که
فالوور میشه ازش شما بگیری و بریزی تو پیجت و از همون روز اول درآمد بیاد برات. فالوور بگیری ازش، از همون روز اول هم درآمد بهت میده. برای تست هم شما میتونی مثلا فعلا برای یه پیجت بگیری توش فعالیت کنی، میبینی که بازدید بهت میده، بازدید بالا بهت میده و اگه خوب بود بگیری، یا نه میتونی برای همه پیجات بگیری. ولی اگرم میخوای بگیری باید بالای 1000 تا بگیری، زیر 1000 تا نمیره تو سرچ، نمیره تو اکسپلور روبیکا. برای همین باید بالا بگیری تا نتیجه عالیشو بگیری. حالا هر پیجی میخوای بزنی، پیج بلاگری میخوای بزنی، آشپزی بزنی، آموزشی، فیلم، هر چی، از صفر بخوای شروع کنی نمیره تو اکسپلور، خیلی سخت میره. ولی اگه فالوور مثلا من برای این 6000 تا گرفتم، میبینی الان چه بازدیدی میخوره، 1000 تا بازدید خورده، این یکی 900 تا بازدید خورده، این یه عکس 300 تا بازدید خورده. برای همینم بهم پول میده. حالا اون نرم افزار چیه؟ اینه نرم افزار فالوور بگیر روبیکا. تا 50-60% فالوورای واقعی میریزه، خیلی سریع فالوور رو میریزه. در کنار اینا بعد شما هر مقداری که بخوای بیشتر بهتون میده و بسیار نرم افزار خفنی هستش. قیمتاش هم از همه پایین تره، خدماتش هم همه چی هست، روبیکا، اینستا، ایتا، همه چی هست. ولی چون من مختصا روبیکا کار میکنم میگم که از این روبیکا رو بگیرید. همه چی هم داره، روی روبیکاش میزنی فالوور روبینو داره، لایک روبینو داره، ویو روبینو، ممبر کانال، بازدید پست. ما بیشتر لایک و اینا هم خیلی خوبه، باعث میشه شما برید تو اکسپلور. ولی فالوور روبینو رو کار داریم که میتونید شما بالای 1000 تا یا ممبر کانال بالای 1000 تا بگیرید و پیجتون رو رشد بدید. 20 تا کانال میتونید 20 تا پیج میتونید بزنید و با هر شماره تلفن ها میتونید 20 تا پیج و اینکه واسه هر کدوم فالوور بگیرید و پست هر روز بذارید. همون پستی که تو اینستا میخوای بذاری یا از کسای دیگه. آقا الان توی اینستا داری آشپزی میبینی، دانلود کن بذار تو روبیکا دیگه. مثل یوتیوب و آپارات و اینا نمیخواد نمیدونم 1000 نفر دنبالت کنن، 40,000 ساعت ویدیو بازدید بخوره تا به درآمد برسی. نه، از روز اول بهت پول میده روبیکا. از روز اول یه پیج بزن، آشپزی از تو اینستا دانلود کن، نمیدونم آموزش از توی اینستا دانلود کن، این کلیپ های خنده‌دار بلاگرها رو دانلود کن بذار توی روبیکا. روبیکا بابت این از روز اول بهت پول میده. از این بهتر دیگه چی میخوای؟ همین بلاگرها رو میتونی بذاری، آشپزی میتونی بذاری، آموزشی میتونی بذاری، ولی باید هر روز فعالیت کنی. نیست بیای فالوور بگیری 10 تا دونه پست بذاری بره. نه، هر روز یه دونه 2 تا پست بذار. حالا اگه بیشتر گذاشتی که چه بهتر، چون هر چی ویدیوی بیشتر بذاری بازدید بیشتری میخوره و پول بیشتری در میاری و هر چی فالوور بیشتر بی. اگه میتونی 5000 تا بریز، 10,000 تا بریز. فقط دقت کن، چون من خودم با این نرم افزار کار میکنم و از این فالوور میگیرم و جواب گرفتم، چون من همه رو تست کردم، از این جواب گرفتم. به شما هم پیشنهاد میکنم از این بگیرید و تا نتیجه عالی بگیرید و به درآمد برسید و ادامه بدید. خیلی خوب میشه پول در آورد تو خونه با روبیکا. دیدید که من 113 میلیون از روبیکا در آوردم، بهتونم نشون دادم 113 میلیون 900 هزار. و اینکه چیز دیگه ای ندارم بگم، روبیکا پول میده و تو میتونی با این روشی که من بهت یاد دادم به سادگی توی روبیکا محتوا بذاری و پول در بیاری. برو انجامش بده و انشالله که پرپول باشی. در ضمن برای دانلود این برنامه هم لینکشو زیر این ویدیو میذارم، هم توی کانالم میذارم، هم اینجوری بهتون نشون میدم. فقط کافیه بازار رو باز کنید، اینجا بنویسید فالوور 2 تا او میذارید، میاد فالوور بگیر روبیکا، میزنی یه ذره میای پایین، این نرم افزار هستش. میبینید الان من باید بروز رسانی رو بزنم، بروز رسانیش کنم.
فالوور بگیر، این علامتشو ببینید قشنگ دقت کنید به این علامت عکسش، اینو باید بگیرید و از این باید انجام بدید و نصبش میکنید و شروع میکنید به پول در آوردن از روبیکا. خیلی ساده میتونید پول در بیارید، آینده‌تون رو بسازید. مخلصم، خداحافظ تا ویدیوهای آینده.